سلام به همه شما عزیزان. خوش اومدید به این ویدیو همراه با من. امروز میخوام با همدیگه یه سفر به دنیای تاریک و پر رمز و راز بریم و با 10 مکان ترسناک آشنا بشیم که حتی فکر کردن به اونها هم لرزه به اندام میندازه. پس جرأت به خودت بده و ببین میتونی تا آخر ویدیو همراه من باشی یا نه. شماره 1، جنگل خودکشی آوکیگاهارا، ژاپن. چرا ترسناکه؟ تاریخچه تاریک. این جنگل در دامنه‌های کوه فوجی قرار داره و به عنوان مکان محبوبی برای خودکشی شناخته میشه. مردم محلی معتقدند که ارواح کسانی که در این جنگل جان خودشون رو از دست دادند هنوز در اونجا پرسه میزنند. به دلیل تراکم درختان و مه غلیظ و غالب بسیاری از بازدید کنندگان در این جنگل گم میشن و برخی هم هرگز پیدا نمیشن دیگه. شماره 2، جزیره عروسک‌ها، مکزیک. چرا ترسناکه؟ جزیره کوچک در مکزیک که پر از عروسک‌های قدیمی و فرسوده است که به درختان آویزان شدند. گزارش‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه عروسک‌ها در شب حرکت می‌کنند و حتی صدای زمزمه‌هایی از اونها شنیده میشه. تاریخچه غم‌انگیز این جزیره. مالک سابق جزیره، ژوان سانتانا، پس از مشاهده مرگ مشکوک یک دختر در نزدیکی جزیره تصمیم به آویزان کردن عروسک‌ها گرفت تا روح او در آرامش باشه. شماره 3، بیمارستان متروکه ولسلی، کرواسی. این بیمارستان در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان مرکز درمانی برای مجروحان استفاده میشد و پس از جنگ به حال خودش رها شد. گزارش‌هایی وجود داره از مشاهده ارواح پرستاران و بیماران در راهروهای تاریک این بیمارستان. شماره 4، کاخ وینچستر، ایالات متحده. ساراه وینچستر، همسر سازنده اسلحه وینچستر، به دلیل ترس از ارواح کشته شده با اسلحه‌های وینچستر دست به ساخت خانه‌ای با راهروها و اتاق‌های بی‌پایان زد تا ارواح رو فریب بده و اونها رو گمراه کنه. بازدید کنندگان گزارش دادند که صدای قدم‌های ناشناس و درهایی که خود به خودی باز و بسته میشن در این کاخ رو شنیدند. پنجره‌هایی که به دیوار باز میشند و پله‌هایی که به سقف میرن همه برای گمراه کردن ارواح طراحی شدند. شماره 5، قلعه برن، رومانی. این قلعه به عنوان خانه کنت دراکولا در زمان برم استوکر ساخته شده. گزارش‌هایی از مشاهده ارواح در این قلعه وجود داره که به افزایش شهرت اون به عنوان یک مکان ترسناک کمک کرده. امروز این قلعه به یکی از جاذبه‌های گردشگری محبوب برای علاقه‌مندان به تاریخ و افسانه‌های ترسناک تبدیل شده. شماره 6، پل کوه دمو، فرانسه. این پل قدیمی در فرانسه به عنوان یکی از ترسناکترین مکانها شناخته میشه، زیرا مردم محلی باور دارند که این پل توسط روح‌هایی که در آنجا سقوط کردند تسخیر شده. شبها صدای گریه و فریادهایی از این پل شنیده میشه که ترس و وحشت رو در دلها ایجاد میکنه. شماره 7، هتل سیلواس، ایالات متحده. این هتل در اوایل قرن 20 به عنوان مکان استراحت برای مسافران ساخته شده، اما به دلیل وقوع حوادث مرگبار و اتفاقات غیر معمول شهرتی ترسناک پیدا کرده. گزارش‌هایی از مشاهده ارواح مهمانان و کارکنان سابق در این هتل وجود داره که تجربه مرموز برای بازدید کنندگان به ارمغان میاره. برخی از اتاق‌های هتل به عنوان تسخیر شده شناخته میشن و بازدید کنندگان تجربه‌های عجیبی رو در اونها گزارش دادن. شماره 8، قلعه پوستر، اسکاتلند. این قلعه در قرون وسطی به عنوان زندان و مکان اعدام استفاده می شده و تاریخچه خونین داره. گزارش‌هایی از مشاهده ارواح زندانیان و نگهبانان سابق در این قلعه وجود داره که جو مرموزی رو ایجاد میکنه. وجود اتاق‌های شکنجه و زندان‌های تاریک بر ترس و وحشت این مکان می‌افزاید. شماره 9، جاده بنینگتون، ایالات متحده. ناپدید شدن مرموز. از سال 1940 چندین نفر در این جاده ناپدید شدند و هیچ ردی از آنها پیدا نشده. حضور موجودات ناشناخته.
برخی از شاهدان گزارش دادند که موجودات ناشناخته‌ای را در اطراف جاده مشاهده کردند که به افزایش ترس و وحشت در این مکان می‌انجامد. رانندگان و مسافران تجربه پدیده‌های غیرقابل توضیحی مانند تغییر ناگهانی وضعیت هوا و اختلال در تجهیزات الکترونیکی را گزارش کردند. شماره 10 معدن سانتارم، برزیل. این معدن طلا در دهه‌های گذشته به دلیل حوادث مرگبار و شرایط کاری سخت تعطیل شد و اکنون به عنوان یک مکان ترسناک شناخته میشه. گزارش‌هایی از مشاهده ارواح کارگران سابق که در حین کار جون خودشون را از دست دادند وجود داره. ساختمان‌های خراب و تونل‌های تاریک محیطی مرموز و ترسناک رو ایجاد کرده. حالا تو کامنتات تو برام بگو جرأت داری تو کدوم یکی از این مکان‌ها بری. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی و تماشا کردی. اگه تو دوست داری درباره چیزی ویدیو بسازم، این زیر توی کامنت‌ها برام بگو، حتما میخونم و انجام میدم. تا ویدیو بعدی، بدرود.